سیاه سفید دوباره باز پس داده می شود. الها نامه اعمال ما را از گناه پاک کرده باشید و پروردگارا تا آخرین نفس داخل دفتر اعمال ما را پاکیزه و تازه و آزاده نگه داشتن به ما میسر بگردان. و پروردگارا از ذاتی که عاجزانه میپرسیم که سرزمین آباد و زیبای ما را بازم آباد و زیباتر بگردان. و پروردگارا در کسب و کار دهقانان برکت عطا بفرما. در قلب دهقانها توفیق عشر دادن عطا بفرما. هیچگاه به تکبر از مردم روی مگردان و در روی زمین مغرورانه راه مرو، زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. برسان و پروردگارا مسئولیت قرآن در دار دنیا به جا آوردن به ما میسر بگردان. و پروردگارا ما را با قرآن عظیم و شأنت آشنا بگردان. و پروردگارا ما را با یاد خودت همیشه مشغول بگردان. و پروردگارا ما را از زمره بندگانی با اخلاقت بگردان. و پروردگارا اخلاق حمیده محمدیه را به ما میسر بگردان. و پروردگارا آبروی نکو و پروردگارا آبروی محمدیه نصیب بگردان. پروردگارا برکت دعای حضرت ابراهیم خلیل الله در زندگی ما وارد ما. و پروردگارا برکت دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه که در حق عجبه قبول نموده، پروردگارا در حق ما نیز برکت عطا بفرما. و پروردگارا از ذاتی که عاجزانه میپرسیم که قدمای ما را یکایک شه هر وعده ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن که در قدم راست 10 گناه کبائر ما بخشیده میشه و الها ما را ببخش. کس به دیدار خداوند امید دارد بداند وعده دیدار الهی آمدنی است و او شنوا و آگاه است. هر کس در راه حق تلاش کند به نفع خود عمل کرده است، زیرا خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که به حقایق ایمان آورند و عمل کردی نیک و شایسته داشته باشند، ما گناهان آنان را محو می‌کنیم و پاداشی بهتر از عمل کردشان عطایشان می‌کنیم. کس از یاد خدای رحمان روی بگرداند، شیطانی را به سویش می‌فرستیم که همواره قرینش باشد و آن شیاطین آنها را از راه نجات بخش الهی باز می‌دارند، در حالی که می‌پندارند هدایت شدند، تا آن هنگام که نزد ما بیاید و گوید کاش بین من و تو فاصله مشرق تا مغرب وجود داشت. حقیقتاً چه بد هم نشینی هستی. امروز این حرفها برایتان سودی ندارد، زیرا ظلم کرده اید و همتان در عذاب شریک یکدیگرید. اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و پیوسته عملکردشان خوبی و خدمت است، به زودی همه آنها را به بهشت‌هایی که نهرها در آن جاری است وارد می‌کنیم و آنها در آنجا جاویدانند. این وعده حقی از جانب خداست و کیست که از خداوند بزرگ راستگوتر باشد؟ نیکی آن نیست که به هنگام نماز و عبادت صورت خود را به مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکوکار واقعی کسی است که خداوند و روز حسابرسی و فرشتگان و کتاب و انبیا را با تمام وجود باور داشته باشد و با آنکه مال خود را دوست دارد آن را با طیب خاطر به خویشان و یتیمان و درماندگان و مسافران در راه مانده و زندانیان نیازمند ببخشد و خالصانه برای خدا نماز گزارد و زکات اموالش را پرداخت کند و به پیمانهایی که میبندند وفادار باشند و در سختیها و ناملایمات صبوری پیشه کنند. حقیقتاً اینها که اهل عملند راستگو هستند و حرمت فرمان خدا را نگاه می‌دارند. جار رسول الله صلی الله علیه و سلم فی جنة الاعلی ورزقنا بجمالك یا الله ورزقنا بجمالك یا الله ورزقنا بجمالك یا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك. پروردگارا تو بهترین شفاعت دهنده ها هستی و پروردگارا قرآن عظیم و شنی برای شفا نازل شد. پروردگارا بیماران ما را شفای کامل عاجل احسان بفرما و پروردگارا فرزند طلبار فرزند صالح عطا بفرما، ایمان طلبار ایمان کامل. اهل ایمان از خداوند و پیامبر اطاعت کنید و اعمالتان را با دست خودتان باطل و بی‌ارزش نکنید. اهل پروردگارا اگر غفلت کردیم و خطاکار بودیم ما را مؤاخذه مکن و آنگونه که بر پیشینیان ما تکلیف سخت و سنگین تعیین کردی تکلیف طاقت فرسا بر دوش ما منه. پروردگارا ما را به آنچه طاقتش را نداریم مکلف مکن و ما را ببخش و بیامرز و از ما درگذر که تو مولای مایی. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حاجای محترم در حق خودتان، در حق یکدیگرتان و در حق برادر و یار و دوستانتان دعا کنید، چون که بهترین دعا خواهید قبول شود در حق یکدیگر و در حق برادر کنید. پروردگار چه خوشنود میشه و زودتر قبول میکنه ان شاء الله. برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به وسعت پهنای آسمان و زمین است از یکدیگر پیشی بگیرند که اینها برای کسانی است که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. این فضل و کرم الهی است که بر هر کس صلاح بداند عطا می کند، زیرا خداوند صاحب فضل بزرگی